خلق کننده کی است؟ الله هست. یک نفر میره پیش مخلوق برش میگه بر ما بچه بده، بر ما دختر بده. ویل بسیاری کسا در زیارت ها که میرن مشکلشان چی هست؟ الله در قرآن میگه یهب لمن یشاء ذکورا، الله بر بعضی کسا پسر میده، بر بعضی دیگهش اناثا، برای بعضی دیگه هم بچه میده هم دختر میده، برای بعضی دیگه هیچ کدامش نمیده. 4 قسم گفتم من مخلوقات خودم روش معامله میکنم. برای بعضی بچه میده دختر نمیده. یک نفر ببین 7 تا بچه داره، کاش که به یک دخترک شد. یکی دیگه ببینی 13 تا دختر داره، یک بچه پیدا کنه، الله نمیدهش. برای یکیش ببینی هم 5 6 تا بچه داره، 5 6 تا دختر داره. یکی دیگه ببینی که بیخی هیچ اولاد نداره، میلیونر هم است. و علیکم السلام. پس الله میگه که اینی قسم تقسیم بندی است که از جانب الله است. خب وقتی که الله در قرآن صراحتا میگه که دختر و بچه و اولاد دادن کار الله است و الله خالق کل شیء، الله خلق کننده تمام مخلوقات است. یک نفر میره برای شاید شمشیره میگه شاید شمشیره بر ما چی بده؟ بچه بده یا دختر بده. پس در حقیقت چی کرد؟ فعل خلق کردن الله را از کی طلب کرد؟ از مخلوق. پس عقیده کرد. چرا از او طلب کردی؟ مشکل عقیده اینی هست که باور داری که اینه مخلوق، یعنی به این عقیده هستی که شاید شمشیره میتونه برای ما بچه بده یا دختر بده. اگر باور نمی داشتی چرا پیش از او برید؟ یا بعضی اوقات مثلا مریض هستین، یک کس براتون میگه برو غزنی، فهمید یا نه؟ اگر در زیارت غزنی بری شمس با سرت شفا میده. ابراهیم علیه السلام میگه و اذا مرضت فهو یشفی. الله از زبان ابراهیم علیه السلام چرا حکایت میکنه؟ میگه خود ابراهیم علیه السلام که پیغمبر بود و پدر پیغمبرا بود، بچهش اسماعیل پیغمبر بود، اسحاق پیغمبر بود، خود محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از نواسی اولاد ابراهیم علیه السلام است. الله میگه که خود از وقتی که مریض میشد چی عقیده داشت؟ و اذا مرضت، وقتی که من مریض شدم کی مرا شفا میده؟ الله شفا میده. پس ابراهیم که ابوالانبیا هست نمیگفت که من کسی را شفا میده. پس چطور شمس تبریزی یا مثلا فردوسی یا مولانای روم یا مثلا کدام صحابی یا حتی پیغمبر برای کس شفا بده؟ اونا شفا داده نمیتونن برای کسی. چرا؟ شافی الامراض الله هست. این کسی که میره پیش از او که از این تا به اونجا که برای ما شفا بده، در حقیقت عقیده کرد که این میتونه مرا شفا بده و با اینی عقیده خود ای یک صفت از صفات الله را برکی داد و مخلوق داد. و شرک چی را میگن؟ شریک کردن مخلوق در خصوصیت های الله. چی در ذات الله کس را شریک کنی، چی در صفات الله کس را شریک کنی، چی در عبادت الله کس را شریک کنی. در عبادت بعضی اوقات مثلا سجده حق الله هست که ما شما باید به الله سجده کنیم. یک نفر میخیزه به مخلوق سجده میکنه. الله گفته که لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، شما سجده به شمس قمر نکنید. و پیغمبر صلی الله علیه و در حدیث گفت که اگر سجده احترام می بود، امت به سجده احترام نیست. اگر می بود مثل که در امت های دیگه بود، باز ما خانم ها را میگفتم که به شوهرایشان چی کنن؟ سجده چی کنن؟ احترام کنن. از این خاطر گفت نیست و میگه که نمیزنم. متوجه هستین؟ و حتی پیش پیغمبر صلی وقتی که مردم در فارس آمدن گفتن یا رسول الله ما رفتیم در منطقه فارس، صلی الله علیه و سلم ما در منطقه فارس رفتیم، وقتی اونجا رفتیم مردم به امو رهبریت سیاسی خود، امپراتور یا وزیر یا هر کسی که بود، برای پادشاه یا امپراتور اونا سجده میکنن. و تو که پادشاه کلش مثل ما شما سبحان ربی العظیم بگی، بازا کلشان تو سرای خود خم میکن تا که پادشاه با صدا میکرد که بالا کنین سرای. از که تو خوب است، تو پیغمبر هستی، ما بر خودت که داخل مجلس شویم کل ما کلی خود خم میکنیم، انحنا میکنیم یا سجده میکنیم. رسول الله هم گفت این کارو به من نکنیم. فقط عبادت است. وقتی که عبادت است شما اگه این کارو میکنین از مرا با الله در عبادت چی میکنین؟ شریک میکنین. پس بسیاری وقتا هست که یک نفر از نگاه اعتقادی یک چیز را عقیده میکنه، پس این مرتد میشه.